السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت ما چند غلطی لغوی و ترکیب بندی فعل. غلط لغوی کار فرمودن کلمه به موقع یا به موقع. به کدام معنا کار فرمودن کلمه؟ به معنای شایسته، مناسب، موافق یا با معنای دیگر. در این بابت هم غلط ها در زبان هست و در کتاب اکادمیک محمد جان شکوری این غلط ها گفته شده است. متاسفانه با وجود چند مراتب نشر شدن هر سخن جای و هر نکته مقام دارد، این غلط در زبان مطبوعات حتی در زبان کتاب‌های درسی راه می‌یابد. بنابراین من چند نمونه می‌خوانم چه غلط‌های لغوی. من این افسانه رو در کودکیم از مادر کلانم شنیده بودم و حالا به خوانندگان نقل می‌کنم. در اینجا کلمه نقل، فعل نقل کردن به موقع و درست کار فرموده شده است. مثال دیگر، قصه سر زدن عیسیان واسه سبب دیگر نیز داشت که من آن را از زبان پدرم شنیده بودم و حالا آنچه را که یاد دارم برایتان نقل میکنم. در اینجا هم نقل کردن به موقع کار فرموده شده است. آدم سخنی که از کسی شنیده است یا از جای خوانده است یا از روزنامه یا از اثر بدیعی، حتی از تماشای یگان فیلم یاد گرفته است و به شخصان دیگر میگوید، آن همین را نقل میگویند. یعنی در نقل 3 نفر می شود. من چنانی که استاد عینی، من این افسانه را در کودکیم از مادر کلانم شنیده بودم. استاد عینی شنونده، مادر کلان گوینده. اکنون استاد عینی در مابین منبع اساسی فکر و خوانندگان استاده میگذراند و معنای نقل کردن هم اصلا گذرانیدن است، اما در اینجا گذراندن سخن است. از کسی شنیده است، از جای خوانده است، در مابین ایستاده به شخص دیگر میگذراند. متاسفانه غلط‌های بسیار مشاهده کرده می شود. چند نمونه میخوانم. بهترش زندگیم را برای خوانندگان بیشمار همرازی درد آشنا نقل میکنم. زندگیم را. آدم زندگی خودش را نقل نمی کند. کوتاه باشد بیان می کند، اگر دور و دراز باشد حکایت می کند، قصه می کند. بنابراین این نقل نمی شود، چون که در اینجا 2 سوبیکت مشاهده کرده می شود. سرگذشت خودم و خودم به دیگران می گویم. این چه نقل می شود؟ البته نقل نمی شود. در اینجا بی موقع کار فرموده شده است. فعلی نقل کردن. متن دیگر. در ادامه نشست صالح بابازاده که در زمان جوانیش بارها استاد عینی را دیده بود، با او صحبت کرده است، خاطره هایش را نقل کرد. با استاد عینی واخورده است و خاطره ها در او باقی مانده است و سخنهای استاد عینی را نگذرانده است، بلکه خاطره های خودش را بیان کرده است.
این خاطره ها هم مختصر باشد بیان میکنند، میگویند، ابراز میدارند. اگر دور و دراز باشد حکایت میکنند. بنابراین در اینجا هم غلط آمده است. السلام علیکم. من به نزد شما با کار آمدم. اگر وقتتان باشد به من کمی درباره نقشه های ایجادیتان نقل کنید. اینجا گفتگوی دو کسی به نزد استاد ساتم الغزاده آمده است و خواست است که با استاد صحبت کند و درباره نقشه های ایجادیشان معلومات گیرد. مگر این نقل می شود؟ این هم نقل نمی شود. صحبت دو کس نقل نمی شود. یک مثال دیگر از روزنامه چرخ گردون. در این صورت شما می توانید خود و فرزندانتان را از پنجه دیابت برای بیماری نامقبول رها سازید. در اینجا کلمه رها ساختن غلط است. چرا؟ رها کردن معنایش سر دادن است. اما از بند کسی را آزاد کردن باشد رهایی دادن می شود. و در اینجا باید همین خیل می گفت. در این صورت شما می توانستید خود و فرزندانتان را از پنجه دیابت بر این بیماری نامقبول، باید گویم که بیماری مقبول و نامقبول نمی شود، همه بیماری نامقبول است و در اینجا صفت نامقبول به موقع کار فرموده شده است. رها سازید، رهایی دهید. آدم از روز بعد از یگان مشکلات زندگی کسی را رهایی می دهد، نه رها می کند. بنابراین در اینجا همین کلمه رها کردن و رهایی دادن با تابوش معنا از همدیگر فرق می کند و باید هر کدام این فعل ها در موقع خود با همان معنایی که افاده می کند به کار برده شود. در فعل سازی هم غلط های بسیار مشاهده کرده می شود. یکی از همه غلط ها دیدن کردن. من در صحبت های گذشته هم درباره دیدن کردن گفتم. پیشتر همین فعل هم در گفتار هم در نوشتار اهل مطبوعات حتی ادیبان دچار نمی شد. حاضر چنان سر استعمال شده است که پیش آن را گرفتن به نظر من امر محال است. چند نمونه میخوانم. نفرانی که از سامانه دانشگاه دیدن می نمایند نظر به دیگر سامانه ها کمترند. نفرانی که بعد انمی کلمه نفرانه در زبان مطبوعات ما خیلی زیاد کار فرموده می شود. شخصان جوانان گفتم مگر ممکن نیست که همین نفرانه که از سامانه دانشگاه دیدن میکنند سامانه دانشگاه را میبینند. چرا چنین نگوییم؟ میبینند. نظر به دیگر سامانه ها کمترند. بهتر می بود که وقت خود را بیهوده تلف نکرده برای تقویت دانش خود از سامانه دانشگاه دیدن نمایند. در جمله پس هم دیگر دو مراتب دیدن نمایند، دیدن کردن به کار برده شده است. مثال دیگر، در سامانه دانشگاه معلومات های جای دارند که دانشجو می تواند در داخل دانشگاه، در خانه یا جای دیگر دیدن کرده از موضوع های مبرم روز پر واقف گردد. بار سیوم در یک مقاله دیدن کردن
متن دیگر: بنده با امر دل و قرض وجدان از راغون از این مکان آینده نور و صفا دیدن کردم. هفته نامه فرز. آخر این منبع نور و صفا را آدم دیدن میکند، البته با ذوق می نگرد که آن تماشا کردن است. در زبان تاجیکی فعل تماشا کردن در همین گونه مورد به کار برده می شود. یک مثال دیگر: در این روز غیر از اشتراک در میز مدور، ما از اکادمی ورزش بیاتلون و مرکز ورزش غیر عادی سپارتکس دیدن نمودیم. حتی در روزنامه نما به قله‌های دانش دیدن نمودیم. میبینیم، دیدیم، خوندیم. همین فعل ها موقعی همین مورد است که باید کار فرموده شود. خلاصه هم در فعلسازی هم در کار فرمودن فعل ها همین گونه غلط ها مشاهده کرده می شود. ما بارها تکرار به تکرار همین غلط ها را گفتیم. و وقتی که زبان تاجیکی اینقدر فعل های خوب دارد، چی لازم است به همین گونه یک فعل های ساخته؟ چرا ساخته؟ چون که خودی دیدن فعل ساده است، فعل ساده زبان تاجیکی، فعل ریشگی زبان تاجیکی. بغیر از این از چیز دیدن کردن، آدم چیز را میبیند، باید با پسند را کار فرموده شود. من بار دیگر یک جمله استاد عینی را در آخر این صحبت تکرار میکنم. استاد عینی در یادداشت‌ها نوشته‌اند: من زرافشان را بارها دیدم، منظره های زیبای اون را در ساکتری و میان کالات تماشا کرده ام. بینید، زرافشان را دیده ام، اما منظره های زیبا را تماشا کرده ام. استاد نکته‌دان بودند، نازکه های زبان را می دانستند. بنابراین هر کدام این مرادفات را در جای خودش کار فرموده اند. بنابراین معنی خیلی صحیح و روشن افاده یافته است. بار دیگر روی آورید به اثرهای استاد عینی که به خزینه زبان آموزی است بی بهره نمانید. با همین نیت نیک صحبت امروزه ما را به آخر میرسانیم. در تحصیلی با برکت شما برار میخواهم دوستان جوان من.